قضیهش اینه. اوه جزیره رو نگاه. سیف جزیره جزیره ببینش اونجا داشتی که نشست کنی اومدیم لب ساحل حاجی نکوه کلا رو کی درست گذاشته عزیز. چه خبر خوبی؟ اینجا رو تاپ داره میزنی دیوار رو. جت هم داریم ما. شیشه دوجه داره میزنم. شیشه چی؟ دوجه داره فکر کن. آقا رضا که برو جزیره اسم جزیره چی میذاری؟ جزیره پلبن. جزیره پلبن هاوایی. چیکار کنیم جزیره‌شو؟ داشت اینجا رو باید اولین کار ما باید سرسازی شه. شاید بارون بزنه ما باید این بخشش رو سرسازی کنیم چون این بخشش پل هست. خب شما پس نقشه سه‌بعدیشو بهم بدید من بزنم پس بچه‌ها ببینن. بله مغز داشتی این بر بزنه دو تا پای این بری بخوره. این شیب بخوره که مثل همون سایه که بالاش داره درسته؟ آفرین دقیقاً زیر پل در مبادای موازیش. در مبادای موازیش یه دونه اینجوری سرسازی شه بعد داخلش هم چمن بزنی بعد یه دونه قایق موتوری 400 بگیری گند بری وسط دور بزنی نه تا بری پایین دیگه نتونی بالا بیای اینجا رو بعد جو بپری بیای کنار جزیره پیاده شی بعد اسمشو بذاری جزیره پلبن واقع در پل گردن در شهر ساری. باش چقدر خلاصه